سلام به چای اسفان. خب میخوایم ببینیم تو تظاهرات که میریم چی جوری میشه جلو این تفنگای شاتگان ساچمه‌ای که این بزمجه بسیجی‌ها به مردم میزنند و بگیریم تا چشا چالمون آسیب نبینه. وسایل مورد نیاز: یه دونه عینک ایمنی. این عینک‌ها را از هر مغازه تأسیساتی و لوازم ایمنی میتونی بخری. تو خیابون شاپور و طالقانی هم هست. قیمتش هم 20,000 تومنه. این عینک‌ها معمولاً تو فرسکاری و تراشکاری اصفهان استفاده میشه که پلیس تو چشم نپره. دومین وسیله یه عدد چسب شیشه پهنه. حالا اگه پهنم نبود میتونین 2 لایه کنار هم بزنید. 3 چسب حرارتی. البته شما میتونید از هر چسب دیگه هم استفاده کنید. 4 یه تیکه تلق 2 میل یا 3 میل، کمتر از 2 میل هم نباشه. 5 یه تیزبر. حالا ما باید یه کار روی عینک بکنیم که یخت قوی تر بشه. اولین کار این است که یه چسب نواری پهن برمیداریم میزنیم رو شیشه. این چسب کارش چیه؟ جلو ترکیدن تلقو میگیره که وقتی ضربه بهش خورده تلقا تو چشم نپره. کاری بعدی این است که خود این شیشه رو تقویت میکنیم. اینجا ما باید از این تلقا 2 تیکه اندازه عینک ببریم. اینم کاری ساده‌ایه. روی تلقا علامت میزنیم، بعد با قیزو روش خط میکشیم، یخت خطمون رو عمیق‌تر میکنیم، بعد میذاریم لبی میز، بعد میشونیم. حالا شما میتونین دورش رو با سوهان بسابین، ولی اگه نسابیدین طوری نیست. حالا خیلی ساده یخت چسب میزنین اینجا، بعد تلقا میچسبونین. الان اینه که شما آماده است دیگه. ساچمه حتی از نوع سربیش هم نمیتونه به چشم شما آسیب بزنه، مگه اینکه برید تو شکم بسیجی‌ها که دیگه اگه کار به اینجا کشید بهتر است که اصلی عینکا بذارید کنار، بزنید تو ملاج بسیجی که دوتا معلق بخوره. مخلصی شما هستید.